دیاری کوهستانی دروازی ولایت مختار کوهستانی بدخشان با شرافت دوران صاحب استقلالی مملکت امروزها یک مکان جالب سیاحی و استراحتی سیاحان جهان را میماند. ناحیه درواز امروزها با موضعهای تاریخی و فرهنگی، قلعه‌های آسمانبوس و برفپوش، آبهای شیرین و مصفا واقعاً به یک دیار سیاحت باب تبدیل یافته. همه ساله هزاران سیاحان داخل و خارج مملکت از این ناحیه بازدید می‌نمایند. مورد ذکر است که در ناحیه اصلاً نوع سیاحی کوهنوردی و پیاده‌گردی رشد کرده است. در این راستا میتوان با باوری کامل گفت که از همه موضع معروف و شناخته برای قریب کل جهانیان در ناحیه درواز این موضع چهارچمن می باشد. اگر درواز را سیاحان دروازه به بام جهان گویند، پس چهارچمن خود رمز درواز است. وارد شدن زمان به این موضع دقت شخص را گل و بوته‌های زیبا، نقش و نگارهای گوناگون، دریای پرتقیان و از همه مهمش درختانی که سران یک قطار دولت‌ها به خاطر مناسبت‌های دوستی و همجواری نیک با دستان خود شناندن جلب می‌نماید. اینچنین در داخل باغ ارک‌های منقش، گل‌های رنگارنگ، راهروهای سفالک‌پوش، شرشره و فواره‌ها، حوض شناوری، کدهای تابستانه، کرسی‌های زمانوی، گوشه‌های هنرمندان مردمی از جمله کلالگران و آهنگران، طبق‌تراشان و آسیابان‌ها، آثارخانه، نگاره‌های تاریخی و مجسمه‌های جالب و زیبا، پل‌های افسانوی و دلفریب و دیگر انشاءات‌های معیشی قامت افراختند که بهر استراحت و فراغت ساکنان مساعد می‌باشد. طبیعت دلفریب چهارچمن با داشتن هوای تازه فارم خود زمان رسیدن به دماغ شخص نکهت تازه میبخشد. صدای شیلدراس آب و نغمه بلبلان چمن به استراحت و فراغت استراحت کنندگان نهایت فرح بخش است و گویا یک گوشه از بهشت را میماند. استراحتگاه چهارچمن بعد از نوسازی گردیدن باز هم زیبا و نظرآور گردیده است. این مکان در عصرهای گذشته جایگاه شاهان دور بود که آنها بهر استراحت و فراغت برداشتن این موضع را اختیار کرده بودند. سیر شامگاهی این موضع افسانه‌ای را در خود می‌ماند. شبانگاه مرکز باغ را فواره‌های رنگین و جالب زیب و زینت می‌بخشند. اینچنین در بلندی بالاتر از باغ قلعه بنیاد یافته است که گرد و گوشه آن با نقش و نگارهای ملی و فروزانک‌های رنگه آرا داده شده است که جالب دقت و قبول همگان گردیده است. مجمع سیاحی و استراحتی چهارچمن ناحیه درواز در رشته تصویر گردشگران جهان یک بهشت کشف ناشده را می‌ماند. سال به سال با آرایشات عجیب تجدید و از نوسازی‌ها به حسن چهارباغ زمانوی زیبایی دلفریب و نظرآور ضم می‌گردد.
بنیاد و مورد بهره برداری قرار دادن تالار معاصر کشاده ورزشی، طربخانه خوشطرح و زمانوی در ساحل رود پتکناب، همچنین بنیاد و مورد استفاده قرار دادن مهمانخانه خوشطرح و زمانوی چهارچمن هیلز به این چهارباغ فراغتی و معرفتی جلوه تازه بخشیده درک از آینده نیک و باقرار این گوشه بهشت‌آسای مملکت می‌دهند. چهارچمن هیلز مهمانخانه زمانوی است که با مقصد جلب توجه جهانگردان داخلی و خارجی مملکت، آبادی یک گوشه دیار، تأسیس جایهای نوی کاری ساخته به استفاده داده شده است. بنا دارای 25 حجره استقامتی در 3 آشیانه بوده. با مورد به استفاده قرار دادنش 20 نفر ساکنان ناحیه صاحب جای کاری دائمی گشتند. این مهمانخانه معاصر با مبل و تجهیزات و لوازمات داخل مجهز گردیده جوابگو به طلبات معیارهای جهانی می باشد. استراحتگاه چهارچمن در مجموع دارای خدمت‌رسانی‌های سطح جهانی بوده. برای سیاحت جهانگردان دوستدار تماشای موضع‌های تماشاباب و تاریخی و طبیعی ناحیه درواز پیش بینی شده. آینده نیک در رشد سیاحی این گوشه کوهسار دیار دارد. باید گفت که بنیاد این چهارباغ استراحتی و معرفتی با آینده‌بینی و آینده‌سازی از دستور و راهنمایی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه گرفته، طی چند سال اخیر بهر آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به پاره از بهشت واقعی تبدیل یافته است که توجه هر یک بیننده را با دلفریبی و نظرربایی به خود جلب می‌نماید. از اینجاست که در هر یک سفر خویش به دروازه بدخشان ناحیه درواز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از چهارچمن دیدن نموده برای آبادی و شکوفایی این چهارباغ صحراسای وطن جهت باز هم آباد و زیباگردانی آن مصلحت‌های مفید و آینده ساز دادند. باعث خوشحالی و شکرگزاری است که امروز در برابر سیاحان داخلی از این استراحتگاه معاصر وطن سیاحان خارج نیز دیدن نموده با برداشتن حلاوت و لذت خاطرمان به دیار خود برمیگردند.